با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با ویژه برنامه پانوراما در خدمت شما عزیزان هستیم. در پانوراما می‌کوشیم فارغ از هر جریان فکری، سیاسی و حزبی و حتی مذهبی شما را با حقایق روز ایران و جهان آشنا کنیم. در این ویژه برنامه که به مناسبت اعتصابات سراسری در بانه تدارک دیده شده و همه شما مستحضر هستید، این اعتصابات در 4مین هفته و 25مین روز خودش که 25مین روز هم تمام کردیم داره برگزار میشه. برای اینکه شما را با جزئیات بیشتر و دلایل این اعتصابات آشنا کنیم دعوت کردیم از آقای پیمان حیدری، کنشگر و فعال سیاسی، تا ما رو با جزئیات این رویدادها در این روزهای کردستان بیشتر آشنا کنند. سلام دارم خدمت آقای حیدری عزیز، اگر صدای بنده رو دارید. بله، منم عرض درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان محترمتون و دستاندرکاران برنامه. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. آقای حیدری، شاید بسیاری از بینندگان از چند و چوند این اعتصابات در این روزها بر حال خبردار نباشند و ندونن چرا این اعتصابات شروع شده و از کی شروع شد. اگر لطف بفرمایید در این مورد مطالبی رو بفرمایید ممنون میشم. من اگه بخوام اجمالاً به صورت رویدادی داستان رو تعریف بکنم اینه که از 26 فروردین امسال در پی بسته شدن مرزهای شهرهای مرزهای کردستان ایران و کردستان عراق و بالا رفتن تعرفه‌های گمرکی، کسبه و بازاریان شهر بانه و چند شهر دیگر کردستان دست به یک سری اعتصابات زدن که تا به امروز بانه ادامه داره. و از این منظرم میتونم بگم که این دوستان معترضن به این که بسته شدن مرزها اختلال تجارت و کاسبی رو برای اونها ایجاد کرده و همچنین تعداد زیادی از مردم نواحی مرزی رو که مشغول به کار، البته میشه گفت که این یک شغل کاذب به نام کولبری است، رو بیکار کرده. این آن چیزی است که شما غالبا در تمامی خبرها توسط تمامی خبرگزاری ها میشنوید. خواسته های مشخص اینها همونی است که غالبا همه میدونن دیگه، باز شدن مرزها و به همچنین پایین اومدن تعرفه های گمرکی، به خاطر اینکه همون رونق باز بگرده و زندگی روند خودش رو کماف سابق ادامه بده. اما خب این یک تحلیل هم میخواد و یک تفسیر هم میخواد که این بر چه بستری میاد این شرایط و از کجا آمده است. آقای حیدری، حالا قبل از اینکه به تحلیل این مطلب بپردازیم، مقامات ایرانی گاهن این قضیه رو عنوان کردن که حکومت عراق مرزها را بسته و ما در این وسط هیچ نقشی نداریم. این ادعا چقدر صحت داره؟ این بسته شدن مرزها البته میتونه هماهنگی دولت عراق رو هم در پی داشته باشه. علل خصوص اقلیم کردستانی که احزاب حاکم اون توسط جمهوری اسلامی به نوعی اداره میشه و خاص جمهوری اسلامی هیچ وقت توسط اونها پاسخ منفی نمیگیره. اما داستان اصلی اینه که بالاخره حکومت اسلامی و دولت آقای روحانی میخواستن که این فشارهایی رو که سیستماتیک به دولت ایشون میارن تعدیل کنن، میخواستن که یک انسجامی به درون بدن تا مقداری جلوگیری بکنن از سقوط ارزش ریال و همچنین یک حمایتی هم از تولیدات داخلی بکنن به اصطلاح. به همین خاطر در خیلی از جاها این ورود کالاهای قاچاق رو تا حدودی مسدود کردن و این ظاهر قضیه است. اما در باطن اینه که دولت روحانی از اتفاقات دیماه به بعد که به صورت علنی در چالش‌های جدی که سپاه پاسداران و بیت رهبری براشون ایجاد کرد در ناامن نشان دادن کشور و بیکفایت بودن
دولت روحانی، این هم متقاعداً به دنبال اون میاد و دولت روحانی سعی کرد که دست سپاه پاسداران رو از منابع مالی کوتاه بکنه و یکیش هم همین مسائل قاچاق. این مسئله قاچاق کالا بخصوص در کردستان، مسئله کولبری، داستان‌ها دارد که بایستی بهش پرداخته بشه. به صورت اجمالی و کلی نمیشه از این رد شد، اما مسئله اینه که اینجا درگیری با دولت موازی به اسم سپاه پاسداران و بیت رهبری باعث و عامل اصلی این اتفاقات است در کشور و بخصوص در کردستان. آقای حیدری، اگر برگردیم به خود وضعیت مردم الان علل خصوص در شهرستان بانه، وقتی این افراد و شهروندان مغازه‌های خودشون رو بستن، خب اصل فشار بر روی خود مردم میاد. الان این وسط آیا دولت ضرری میکنه؟ به ضرر دولت چیه؟ یعنی اگر فرض کنیم 25 روز بشه، فرض کنیم 25 ماه، این وسط دولت آیا ضرری میکنه یا مردم؟ خیر، اگر بخوایم به صورت سطحی پرسش شما رو پاسخ بدیم، خیر، اصولا درآمدی عاید دولت نمیشه. یعنی شما از یک مرزی که هیچ گمرکی عایدتون نمیشه و اصولا کالایی که وارد میشه، شما اگه اسمش رو بذارید به صورت کولبریه، یعنی کالایی است که به صورت قاچاق وارد کشور میشه و این تعرفه‌های گمرکی رو نداده. لذا این درآمدی نداره برای دولت و اینکه شبکه قاچاق رو هم گسترش میده. این اگر تداوم هم داشته باشه به هیچ جای حاکمیت بر نمیخوره، یعنی دولت روحانی. اما اینی که اصرار بر حفظ اینه، این داستان داره آقای کریمی عزیز. این داستان داره، داستان از این بابت که این مقوله کولبری و تجارت مرزی رو سپاه پاسداران هدایت کرد، کانالیزه کرد، اهداف امنیتی و پروژه های مختلف رو دنبال میکرد در کردستان و تا به این دقیقه داره هدایت میکنه. اینی که امروز کسبه در بانه مغازه ها رو باز نمیکنن، این داستان سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که پشت این قضیه نهفته. این حرکت نه حرکت ملی است و نه حرکت اعتراضی بر تافته از درون جامعه کردستان به معنای مطالبات مردم کرده. این یک بخشی میتونه مطالبات صنفی یک عده باشه که البته با ساپورت سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران داره ادامه پیدا میکنه. هدفش هم مشخصه، هدف آوردن فشار به روحانی، نالایق و ناکارآمد نشان دادن روحانی است که ما رو در اتفاقات دیما هم مشاهده کردیم و بعد بالا به طوری دولت روحانی رو استیضاح کردن و از قدرت پایین کشیدن. این قضیه مشخصه به کجا میخواد بره. اما مسئله کولبری در کردستان، ببینید این یک بستر تاریخی داره. ما در این منطقه خاورمیانه بعد از جنگ جهانی اول شاهد به وجود آمدن یک سری کشورها بودیم توسط تقسیم فاتحان جنگ جهانی اول که بریتانیا و فرانسه باشند، استعمار کهن. یک شبه یک سری کشور ساخته شدند. این وسط کردها هم بایستی صاحب کشور می شدند بر پیکره این امپراتوری های پوسیده، امپراتوری عثمانی و ممالک محروسه قاجاریه. این وسط کردها در این معادلات بین المللی از داشتن نیشن استیت خود محروم شدند. نهله های دولت خواهی از همون زمان در کردها آغاز میشه که از قافله دیگران عقب نمانند و مبارزات عدیده‌ای در کردستان صورت میگیره، در تمامی قسمت‌های کردستان. و از همون بعد و آغازین این جریانات کشورهایی که اشغالگران این بخشا از کردستان هستند سعی در اداره کردن، سرکوب کردن این نوع مطالبات میکنن. بخش عظیمیش هم برمیگرده به انحراف اینها. ما برمیگردیم
به کردستانی که ما به کردستان ایران میشناسیمش. بله. اینجا مطالبات کلا غلط طرح میشه، داستان کلا غلط طرح میشه. الان غلط طرح میشه یا آیه حیدری الان غلط طرح میشه یا شما در مورد اون زمان دارید میفرمایید؟ کلا در یک بستر تاریخی از همون زمان درست کردن دولت ملت مدرن ایران و دولت مدرن های دیگه منطقه، داستان کلا به انحراف میره و دست کارآمد و سیستماتیکی در این انحراف وجود داره. بالاخره مسئله وجود داره که کردها نباید بفهمن چه اتفاقی داره میفته. کردها نباید بفهمن که مطالبات اصلی و بنیادین اینها چیست. لذا مطالبات کردها رو تقلیل میدن به یک سری حق و حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. اون وقت این خیال رو در ماها درست میکنه که مثلا ما اگر بیایم اعتصاب بکنیم درباره میخوایم نشون بدیم که حاکمیت جمهوری اسلامی ناکارآمده، حاکمیت جمهوری اسلامی میتواند بهتر هم باشد و لذا نمیکنه، حالا ما اعتراض میکنیم که بهتر بشود. این گونه نیست. اولا جمهوری اسلامی نیامده است که بهتر کند، به طور کلی برای ایران میگیم، و اینی که تا به امروز حال و اوضاع ایران این شکلیه، این بر اساس برنامه‌های اونها بود، آمدانه بود، اونا موفق بودن در انجام پروژه ها و برقراری پروژه هاشون. اما در کردستان آنچه که میگذره استعمار محض، اشغالگری محض. این مطالبات نیست به تنهایی، یک سری حقوق نیست. اینجا شما توجه داشته باشید، این مسئله کولبری رو من اینجا طرح بکنم. ببینید ما در کردستان از همون آغاز انقلاب 57 شما نهله‌های مخالفت رو در کردستان می‌بینید. حالا چقدر درست مطالبات باز انحراف داره، باز حد اقلی است، باز درست است، اما ما در همون ظرف تاریخی بررسی می‌کنیم. بالاخره یه سری نیرو تولید میشن که در مقابل حاکمیت مرکزی می‌ایستن و دفاع می‌کنن و جنگ مسلحانه چریکی دارن. ما یک کردستانی داریم که از لحاظ تولید و اقتصاد بر پایه‌های خودش ایستاده، روستاها کاملا مستقلن و این امکان رو میده به نیروهای کرد که بتوانند در کوههای کردستان بر علیه اشغالگر ایرانی بجنگند. این داستان با رسیدن به انتهای جنگ در سال 68 و شکست نیروهای کرد و ترس اونها از مورد معامله واقع شدن توسط صدام حسین بعد از انعقاد قطعنامه 598 اونها رو به مرزهای کردستان عراق میکشونه و اونها طی چند مراحلی مبارزات مسلحانه رو کنار میگذارند. جمهوری اسلامی دستگاه حاکمه و علل خصوص سپاه پاسداران سعی میکنه که جامعه کردستان رو انحراف بده، یعنی مدل سازی براش بکنه. اینجا شما وقتی نیروها رو پس میزنید سعی در به انحراف کشیدن و به انحطاط کشیدن اونها میکنید که این کار رو با احزاب کمل و دموکرات میکنه. در همون زمان بالاخره مردمی سمپاتی به این جریانات دارن، مردمی سمپاتی دارن به مبارزات کردی. باید برای اینها مدل درست کرد. لذا جمهوری اسلامی سعی میکنه اولا کنترل مرزها رو در دست بگیره و سعی میکنه که با استفاده کردن از توان خود مردم کردستان رو برای این حکومت نگه بدارد. دقیقا همون نوع استعماری که بریتانیا در هندوستان میکنه. شما توجه داشته باشید 6000 مستشار بریتانیایی میتوانند هندوستان 250 میلیونی را اداره کنند. به چه صورت؟ با به استخدام گرفتن نیروهای محلی در اداره کردن خودشان. یعنی اونها نیروهای نظامی، نیروهای اداریشون رو از هندی ها میگرفتن و در همان زمان نواب ها و مهاراجه ها رو باشون کنار می اومدن و یک قراردادهای با اونها انعقاد کردن. داستان جمهوری اسلامی همین کار رو با کپی کردن از استعمار بریتانیا همین کار رو در کردستان کرده. به چه صورت؟ ما یک عده معدودی از مراکز داریم، از مرکز ایران داریم که در کردستان اینها شاید 5-6 هزار نفر هم نشن. بله. میان از نیروهای مردمی کرد استفاده میکنن برای اداره کردن کردستان. یعنی شما توجه بکنید اقتصاد کردستان رو از بین میبرند. ببینید هر کسی بره اقتصاد کردستان رو
رو در زمان قاجاریه نگاه بکنه، تراز گمرک کرمانشاه و مهاباد رو نگاه بکنه، میبینه در 4 گمرکی که ایران داره، گمرک شمال، گمرک جنوب و گمرک غرب که مهاباد و کرمانشاه باشه، فقط در غرب کشور و دامنه زاگرسه که ما چیز داریم، تراز مثبت بازرگانی داریم. بله. در 2 گمرکات دیگه ضرر میده و واردات میچربه بر صادرات. این اقتصاد رو از بین میبرن، لذا استقلال اقتصادی مردم کردستان از بین میره. روستاها اون حالت مصرفگرایی رو به خود میگیرن و لذا یک آلترناتیو دیگه برای اینا تعریف میکنن و اون بازرگانی کردن بین کردستان ایران و عراقه. حالا با این هدف اینها میتونن اولا جمعیت روستایی رو که تا دیروز دامدار بود، کشاورز بود، از اقتصاد کردستان میتونست به نحوی زندگی خودش رو ادامه بده، اینها رو تبدیل بکنه به یک سری مصرفگرای وابسته به چی؟ به یک شغل بسیار پست و دونپایی که در حد فطرت انسانی نیست. اون هم شغل کولبری است. با این کولبر کردن مردم کرد چند اتفاق میفته. یکی اینکه مرزها به طور کلی توسط مردم اداره میشن که بعدا شما دیدید طی چند دور از این اعتصاباتی که برقرار کردن بالاخره تونستن کولبر رو رسمی بکنن. به چه صورت؟ به این صورتی که جمهوری اسلامی اومده بود یک سری از فعالین رو درست کرده بود به عنوان فعالین جامعه مدنی در کردستان و اینها داشتن سیاست‌های حاکمیت رو به نام مردم تبلیغ می‌کردن. مثلا چگونه بایستی این کولبر مثلا سیستماتیک میشد؟ نمایندگان نقاط مختلف کردستانی که در مجلس شورای اسلامی بودن باید طرح مطالبات میکردن. بله. اینو دولت خودشون بهشون میگه، جمهوری اسلامی میگفت شما برید طرح مطالبات بکنید. بعد کمپین های مختلفی توسط این فعالین جامعه مدنی وابسته به وزارت اطلاعات سپاه در کردستان صورت میگرفت که آقا ما رو کولبرمون کنید، آقا کولبر داره از گشنگی میمیره، این درست نیست. بعد جمهوری اسلامی میومد فخرم میفروخت، بعد ما پدر مهربان هستیم، خیلی هم خوبه، مردم کردستان التماس میکنن، مبارزه سیاسی میکنن که ما کولبرها رو به رسمیت بشناسیم. ناگهان عطوفت پدرانه این حاکمیت باعث میشد که اینها کارت کولبری صادر کنن. خب جمعیت عظیمی و خیلی عظیمی از مرزنشینان کردستان رو اینها می اومدند و کولبر میکردن، جمعیت حدود 200-300 هزار نفر. درست. و به این شغل یک ارزش اجتماعی و ارزش معنوی میدادند و این از این یک قهرمان پروری میکردند توسط کی؟ توسط فعالین جامعه مدنی، نخبه ها و متاسفانه تتمه احزابی که دیگر شکست خورده بودند، از گردونه خارج شده بودند و امروز بازی میخوردن، برای ما بت درست میکردن در کردستان. خب این مردم میگفتن مطالباتشون اینه مرزها امن باشه، اینها بتونن بازرگانیشون رو بکنن، تأمین هزینه های خودشون و خانواده هاشون رو بکنن و به همین خاطر هر گونه درگیری و ایجاد مبارزات مسلحانه با جمهوری اسلامی منطقه رو امنیتی میکنه. این منطقه رو امنیتی میکنه یعنی که ما دیگه نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، شما امنیتی نکنید تا ما بتونیم با چونه زنی و فعالیت مدنی جامعه مدنی بتونیم جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنیم. این یه انحراف بزرگ تاریخی بود. اینجا کی داشت ارتزاق میکرد؟ اینجا PKK. گمرکات PKKی که از مناطق جوانرود آغاز میشه تا ماکو و سر به میلیون ها دلار میزنه. من نیروهای دیگری که سپاه پاسداران مایل بود از طریق این گمرکات تأمین بشن، بالاخره میشد بازرگانی، میشد یک چه میدونم یه نوندونی برای عده‌ای که بتونن این بالانس رو نگه دارن، این بالانس فساد رو نگه دارن. و سپاه توسط این کولبرها که اینها رو بخشیشون رو جذب میکرد برای کارهای امنیتی، مرزها رو کنترل میکرد و همزمان با اینها تجارت میکرد و بخش عظیمی از تجارت قاچاق رو در دست میگرفت در کردستان. اینو تا به امروز سپاه پاسداران ادامه داده. ببینید ما وقتی میگیم اینجا اشغالگری است، اینجا استعمار مردم کرده، داستان اینه اینجا شما در کردستان هیچ ساختار و هیچ اساس و بنیاد اقتصادی نمیبینید، شما هیچ زیرساختی ندارید، شما هیچ کارخانه
تولیدی ندارید. بذارید من چند تا نمونه خدمتتون آقای حیدری قبل از اینکه مثالا رو بفرمایید من دوست دارم برای بینندگان بیشتر توضیح بفرمایید منظور از گمرک‌های PKK با سپاه پاسداران چیه؟ ببینید متاسفانه جمهوری اسلامی برای بسط قدرت خودش و صدور انقلاب یک سری نیروهای پروکسی و نیابتی در منطقه درست کرده. بله. متاسفانه در کردستان هم توانسته PKK رو جذب کنه. بله. PKK عامل مستقیم مثل حزب الله لبنان عامل مستقیم جمهوری اسلامی است و سیاست‌های اونها رو در منطقه دنبال میکنه به نام مبارزات کرد، به نام مبارزات برای کردها. این وسط داستان اینه: PKK قراره امپراتوریت ایرانی رو بست و گسترش بده، امپراتوری شیعه ایرانی رو، و قراره تا دریای مدیترانه برای ایرانی ها بجنگد و به اصطلاح کردستان های دیگری را که ایرانی هستند به خاک ایران ضمیمه بکند. بله. این همون داستان پروژه ایران بزرگ فرهنگی است که یکی از بازوهاش نیروهای PKK هستند. شما این رو در کردستان هم میبینید دیگه. PKK شاخه‌های مختلف داره. یکیش این حزب وحدت ملیه که به صورت رسمی در کردستان و در شهر سنندج دفتر داره و فعالیتاش از مرز ازگره منطقه سرپرزهاب تا ماکو گسترده است با بودجه عظیم. و از اون بر هم خب میخوام بگم ما با هم دشمنیم و مشکل داریم و داستان اینه. این PKK یه سری هزینه ها داره که باید تأمین بشه. یکی از راه های تأمین هزینه های PKK همین گمرکاتی است که در نقاط مختلف مرزی بین کردستان ایران و عراق PKK مستقر کرده. هر کولبری و هر تاجری که بخواد کالای قاچاق رد بکنه موظفه که به PKK چیز بده، گمرک بده، و این گمرکات بله سر به میلیون ها دلار میزنه سالیانه. و این کار رو PKK در تمام نوار خط مرزی کردستان عراق چه با ترکیه و چه با ایران میکنه و این PKK رو ارتزاق میکنه و قدرتمندتر میکنه. به همین منوال احزاب دیگری هم که امروز هم کومله و هم دموکرات هم در منطقه کلشین گمرک دارن و گمرک میگیرند. این به نوعی یک بالانسی از فساد رو در راه مبارزه درست کرده. یعنی اینا دارن کاسبی میکنن، همه این وسط مردم هم دارن کاسبی میکنن، اینها هم دارن کاسبی میکنن. از چه راهی؟ از راه دلالی کردن. این نه به اقتصاد کردستان کمکی میکنه، نه مردم کرد رو مستقل میکنه، نه مبارزات مردم کرد رو پیش میبره، نه اینها شغلهای امنی هستن که شما با فراغ بال فکر بکنین که در یک امنیت مطلق اقتصادی داری زندگی میکنی. این اهرم و این نوع بازرگانی که اینها ایجاد کردن کردها رو وابسته تر کرده به دستگاه حاکمیت. اصولا کردها امروز نیروهای اداره کننده خود برای اشغالگر هستند با این سیستمی که اینها پیش آوردن. من داشتم خدمتتون چند تا نمونه ارائه میدم. بله. ببینید مثلا محصولات کشاورزی کردستان رو نگاه بکنید. گندم رو شما حتما باید به دولت بفروشید و قیمت دولتی داره که در کردستان زراعت کردستان بخش عظیم گندم ایران رو کردستان تأمین میکنه. من وقتی از کردستان صحبت میکنم از ایلام، لرستان و تا منطقه ارومیه و ماکو دارم صحبت میکنم. بله. شما توجه داشته باشید نخود، بنشنها کلن این قیمت های دولتی دارن. اینها محصولاتی هم که در کردستان تولید میشه. ببینید توجه تنباکو این انحصارش در دست دولته و دولت از شما با قیمت دولتی میخره. اینها هیچ کدوم قیمت جهانی نیستن، قیمت دلار نیستن، در صورتی که این امر برای پسته اینطوری نیست، برای چای اینطوری نیست، برای برنج اینطوری نیست. محصولاتی که در کردستان تولید نمیشه. چرا؟ قرار محصولات خام کردستان رو با قیمت بسیار ارزان با پول کاغذی تهرانی که مثل فتوکپی رنگی میمونه بخرن، اینها رو تبدیل به کالا بکنن، مثلا گندم رو تبدیل به بیسکویت بکنن در اصفهان و اینو برگردونن به کردستان با چند برابر ارزش افزوده به مردم کرد بفروشن. این دقیقاً اون استعماری است که بریتانیا در هندوستان میکرد، بریتانیا در مصر میکرد، بریتانیا در آفریقا میکرد. این سیستم استعماری بریتانیا است. یعنی مردم کرد را تخلی کردن از هر آنچه که دارد. ولی شما نگاه کنید این اتفاق برای پسته نمیفته. پسته‌کاران پسته خود رو به قیمت جهانی میفروشن.
این باعث میشه که کردستان روز به روز وابسته تر میشه، کردستان روز به روز نابودتر میشه از لحاظ استقلال اقتصادی. لذا این شعار رو جا میندازن که اگر پول نفت نباشه مردم کردستان از گرسنگی میمیرن، در صورتی که اینطوری نیست. ما هر لحظه ای که بتوانیم استقلال خودمون رو به دست بیاریم، هم زندگی بهتری خواهیم داشت، هم زندگی غنی‌تری خواهیم داشت و هم مرفه‌تری خواهیم داشت، به واسطه جغرافیایی که داریم، به واسطه پتانسیل های اقتصادی که در اختیارمون هست. و این داستانی است که جمهوری اسلامی سعی در انحراف مطالبات مردم کرد، خواسته های مردم کرد و مبارزات به حق مردم کرد است. خب آقای حیدریان، برگردیم به وضعیت فعلی و این روزهای بانه. به نظر شما الان با توجه به فرمایشات شما این مردم که 25 روز مغازه‌های خودشون رو باز نکردن، آیا این کار رو ادامه بدن به ضررشونه، به نفعشونه؟ دقیقاً چه اتفاقی این وسط داره میفته؟ این کار رو به دستور سپاه پاسداران و وزارت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران کردن. تا زمانی که دستور بازگشایی نگیرن باز نمی‌کنن مغازه ها رو. اینه که اونها چه نفعی میبرن، بالاخره یک داد و ستدی داشتن با سپاه پاسداران دیگه. در طور این سالها یک چه میدونم مراوداتی بوده، یک تسهیلاتی ایجاد شده. این کاسبکاران کرد ما هم بالاخره در حد بسیار کمی در خدمت سپاه پاسداران درصد کوتاهی گرفتن تا منتفع شدند. امروز هم مجبورن گوش به فرمان ارباب باشن، وگر اونها میتونستن طرح مطالبات بهتری بکنن. ببینید این هیچ مطالباتی نداره. مثلا نمیگه کاسبکاران کردستان بیاین و بانه بیاین با سرمایه گذاری که میکنن در شهر بانه مثلا فلان کارخانه رو درست بکنن، مثلا بیایند کارخانه سیگار درست بکنن ها که توتون کردستان خارج نشه نره مرکز، مثلا بیاند چه میدونم کارخانه های مختلف مواد غذایی بزنن تا بتونن پولی که در کردستان هست رو صرف زیرساخت‌های اقتصادی بکنن و به دولت فشار بیارن و به حاکمیت و به اشغالگر فشار بیارن که اینها بتونن استقلال مادی داشته باشن و اقتصادی داشته باشن. شما این مطالبات رو نمیبینید. ته این مطالبات یعنی سقف این مطالبات میتونه این باشه شما مرزها رو باز کنید که ما کماف ثابت کار کوربری بکنیم. و اینو کی بهشون میگه؟ کی این آدرس رو به اینها میده؟ سپاه پاسداران میده. داستان چیه؟ داستان اینه که دولت روحانی رو بایستی به زیر کشید. داستان هم پروژه جانشینی آقای مجتبی خامنه‌ای است که میخواد جای پدر بنشیند. به همین راحتی. وگرنه اینها باز بکنند باز نکنند فرقی به حال مردم کرد نمیکنه، فرقی به حال اشغال بودن کردستان نمیکنه و یک قدم هم پیش نمیبره. ببینید داستان اینه که ما متاسفانه در این دام میافتیم. من اینو دیدم، جمهوری اسلامی آمدانه این کار رو میکنه، اینه که ماها رو بفریبه. مثلا ما بقیه مردم ایران رو شما نگاه بکنید، این مردم فکر میکنه با لچک باد دادن مثلا اینها تونستن مبارزه سیاسی بکنن، مثلا تونستن اقتدار جمهوری اسلامی رو به بازی بگیرن. فردا در همین پروژه جانشینی آقای مجتبی خامنه‌ای باید تمامی مراجع تقلید شیعه رو بزنه، باید بیاره در سطح خودش به اندازه خودش حقیر کنه تا بتونه برای حکومت بکنه. وگرنه مثل منتظری که در مقابل باباش ایستاد اینها میگن تو چه کاری بچه، این بایستی تمام آخوندها رو بیاره در حد خودش و پایین‌تر. فردا اگه این آقا بیاد 4 تا حرف هم به 4 تا آخوند بزنه، مردمی که از آخوند بدش میاد خوشش میاد از آقای مجتبی خامنه‌ای. ما چون تحت لوای یک دیکتاتوریت و یک استبداد مطلق بودیم، ابراز وجود نتونستیم بکنیم، هر آدرسی غلطی رو که بهمون میدن فکر میکنیم مبارزه است. مثلا اعتصابات شده است در کجا؟ در بانه. خب این یعنی چه؟ میخواد چه کار کنن؟ میخواد حاکمیت جمهوری اسلامی رو عوض کنه؟ توان این را دارد این اعتصابات مثلا فلج بکنه جمهوری اسلامی را؟ دولت ایرانی که درآمدی که دارد رو 80% از نفت و فروش نفت میگیره، خب این طرح مطالبات سیاسی پشتش نیست، یک مبارزه استخواندار و محکم پشتش نیست. خب کجا میخواد بره؟ اینه که ما نباید بازی بخوریم، ما نباید بازی هایی رو که حاکمیت برامون میذاره دنبالش بریم. ما حداقلش اینه ورود بکنیم در این بازی ها و سعی بکنیم این بازی ها رو در دست بگیریم. خب چطوری ورود کنیم؟ آقای حیدری الان چطوری ورود کنیم؟ ورود کردن در این بازی ها با تحلیل
درست کردن از فضاست و طرح مطالبات درسته. آنچه که ما الان گفتیم خدمت شما این بود که جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالگره. کاری که با کردستان میکنه همان استعمالی است که بریتانیا با هند میکرد. این سیستماتیک داره جمعیت کردستان رو عوض میکنه، داره فقر سیستماتیک میاره، یک مردم وابسته میاره، یک مردم خورد شده بیکرامت درست میکنه، یک مردمی رو درست میکنه که به حمله کرده به عقایدشون، به سنت‌هاشون، به فرهنگشون و در کنارش یه مش جعلیات و دروغ و با تمامی ابزارهایی که دستش سعی در نابودی این مردم داره. خب شما وقتی اینها رو روشن میکنید بعد میتونید مسیر درست مبارزات رو مشخص بکنید. اولا مطالبات مردم کرد نبایستی در پی احیاء کولبری باشه. کولبری نه شغلی است در حد کرامت انسانی کردها و کردها در هیچ جای تاریخ حمال نبودند و حمالی هم نکردند. کردها گردنکشان تاریخ بودند که هیچ گردنکش تاریخی نتونست از سرزمین کردستان بدون باج عبور بکنه. این تاریخی هم که درست کردن یک اغراق احمقانه است و جعلیه و کردستان در زمان هیچ کدام از این امپراتوری های پوسیده هم خراجگزار صرف و مطیع صرف نبوده است. کردستان همین اواخر است بعد از درست کردن دولت ملت های مدرن با همکاری استعمارگران بریتانیایی، فرانسوی و غربی که سیستماتیک جمعیتش رو از بین میبرن، ذهنیت سازی براش میکنن، با قدرت های سخت و نیمه سخت کردستان رو نیمه سخت و نرم کردستان رو از پای در میارن و ما با افشا کردن اینها مسیر مطالبات مردم کرد رو مشخص میکنیم. ببینید آنچه در کردستان داره اتفاق میفته این نیست که ما بخشی از این حاکمیتیم، این حاکمیت چون ما کردیم سنیم به ما رسیدگی نمیکنه. داستان این نیست. این که مثلا پهلوی برود، خامنه ای بیاید، جمهوری اسلامی برود، یک نظام سکولار دموکراتیک بیاید، نگاهی که به کردستان هست یک سرزمین تسخیر شده است. استعمار این سرزمین است، به انحراف کشاندن، از بین بردن فرهنگ این مردم و تنوع این مردمه، به ابتذال کشاندن و فاسد کردن این مردمه. این اون کاری است که میخوان بکنن با کردستان و کردستان گوهر خاورمیانه است، سرشار از منابع غنی آب و سرشار از منابع زیرزمینی است، بماند پتانسیل های انسانی که دارد. اینها به انحراف بردن مطالبات کردها میخواهند مطالبات کردها رو تقلیل بدن. در سطح چی؟ در سطح یک سری حقوق های کوچک سیاسی اجتماعی. ما این توان رو داریم آقای کریمی در کردستان که اشغالگر رو از خاک کردستان بیرون کنیم. ما نمیتونیم در تهران دموکراسی بیاریم و این هزینه بسیار گزافیش بر شانه های ملت کرد. ملت کرد باید بداند 6-7 هزار ایرانی که در کردستان توسط خود ماها، توسط کردها دارد کردستان را اداره می کند، تاراج می کند و نابود می کند. ببینید یکی از فرمانداران بریتانیا در هندوستان در خاطراتش نوشته اگر 250 میلیون هندی مشتی خاک به طرف ما بندازن همزمان، ما زیر خاکهای اینها دفن میشیم. احتیاج به درگیری عجیب و غریب و مسلحانه نداره. ما به راحتی میتوانیم سرزمین خودمان را پاک بکنیم از ایرانیان و دغدغه ما اومدن دموکراسی نیست در تهران. علل خصوص امروزی که با همکاری غرب آقای خامنه‌ای داره پروژه جانشینی پسرش رو دنبال میکنه. مسئله برجام همکاری بود در این مسیر، یعنی اینکه مردم ایران مفلوکتر، فقیرتر بشن. این داستان نفت در برابر غذای عراق بود در ایران احیا بکنن، مردم وابسته بشن به قوت بخور و نمیری که دولت توزیع میکنه و نتونن مقاومت بکنن در مقابل این پروژه جانشینی. ما مجبور نیستیم این بهای سنگین رو بدیم با ایرانی ها، ما مجبور نیستیم تحت اشغال بمانیم. خب آقای حیدری، الان در کردستان مثلا سپاه پاسداران اومده، فرض کنیم آگاهی استخدام داده، فرض کنیم طرف اگر کلاس 5 ابتدایی هم سواد داشته باشه راحت میتونه استخدام بشه و
بر حال بهشون یه پست هایی را میدن و مردم هم به خاطر فقری که دارن مجبورن این کار رو انجام بدن. الان خب با وضعیت اقتصادی که در کردستان هست، در بلوچستان هست، در خوزستان هست، مردم ناچارن، من کارشون رو تایید نمی کنم اصلا، اما ناچارن به نحوی که بیان دست به یک سری کارهایی بزنن که پسترینش میتونه همین رفتن در داخل سپاه باشه و کولبری هم میتونه به هر حال جز یکی از همین کارها باشه. حل چیه؟ الان باید مردم چیکار کنند؟ وضعیت اقتصادی در بدترین شرایط ممکنه، باید ما بتونیم یک راهکار عملی ارائه بدیم به مردم. ببینید این تصور رو برای ما درست کردن. شما توجه داشته باشید ما این همه انسان تحصیل کرده در کردستان داریم، در رشته‌های مختلف اقتصاد، کشاورزی، علوم سیاسی. شما نمیبینید یک مقاله بیاد بیرون پتانسیل اقتصادی کردستان رو بگه. ما باورمندیم، ما و دوستانمون باورمندیم که اگر ما به تنهایی حاکمان خود باشیم توان درست کردن زندگی خوب و مرفه رو داریم. اتفاقی که در کردستان افتاده اینه. ببینید این اشغالگرانی که آمدن کردستان رو اشغال کردن یه پول کاغذی چاپ میکنن، این پول کاغذی رو میان مواد خام و تولیدات کردستان رو باش میخرند از ماها. لذا تولیدات ما رو از ما تهی میکنن با قیمتی که خودشون میخوان، نه با قیمت جهانی، نه با قیمت دلار. اینها رو میبرن در مرکز تبدیل به کالا میکنن، ارزش افزوده میگیرین و برگشت میدن به کردستان. ما احتیاج به پول کاغذی رنگی بیشتر پیدا میکنیم. اگر این منابع در کردستان میماند، ما پول کردی میداشتیم، اقتصاد کردی تعریف میکردیم، کشور بسیار ثروتمندتری میبودیم و حال مردم کردستان بسیار بهتر بود. داستان اینه که مردم نمیدانن، مردم وحشت میکنن. اینه که اینو برای شما جا میندازن، نفت نباشه ما میمیریم، نفت نباشه مرکز نشینان ایران میمیرند حتما، اما زاگرس نشینان نمیمیرند، همونطوری که در طول تاریخ نمردند. نفت اگر نباشه اونها امکان داره از بی آبی و از بی نفتی، از گرسنگی بمیرن، اما زاگرس نشینان نمیمیرن و این اتفاق نمیفته. به خاطر اینکه ما این پتانسیل رو داریم که بتوانیم خودمون رو با زمینی که داریم، با سرزمینی که داریم اداره بکنیم. این آدرس غلط دادن آقای کریمی، این کار روش شده، این 80-90 سال کار سیستماتیک روش شده، مردم رو ذهنیتشون رو عوض کردن، مصرفگرا کردن، وابسته کردن به کالای بنجور خارجی که به هیچ درد مردم نمیخوره، فقط مردم رو وابسته میکنه. ببینید یه ولع خرید در تو درست میکنن، یه ذهنیت مصرفگرایی به تو میدن که تو حالت فقط با خرید کردن بهتر میشه. این ایران در کردستان و در تمام ایران چندین پروژه دنبال کرده. یکیش پروژه ایران شیکه. این پروژه ایران شیک رو ما با بچه ها توضیح دادیم برای ملت کرد. اینها پروژه ایران شیک؟ بله پروژه ایران شیک. بله اگه بیشتر توضیح بدید. این پروژه ایران شیک تعریف می کند از ایرانی که موجه است. ایرانی موجه چه ایرانی است؟ ایرانی است که به شدت مصرفگراست و مصرف کردن محصولات تولیدی جزء فرهنگ برتر اوست. به همین خاطر شما یک کپی بسیار ابتدایی از فرهنگ و لایف استایل غربی می‌کنید و اگر شما هماهنگ نشید با این انسان عقب افتاده، با خشونت گفتمانی با شما برخورد میکنن که شما چوپونید، عقب افتاده اید، دهاتی هستید، نمیدانید و پسمانده اید. خب ثمره این میشه چی؟ میشه سطحی بودن، ولع خرید داشتن، تسلیم شدن، نداشتن اراده و هر کاری کردن برای تأمین اون لایف استایلی که برای شما درست کردن. نمونه‌های بسیاری داره. این مسائل مختلفی رو در بر میگیره. بله. خب آقای حیدری، اگر برگردیم به نقش فعالان مدنی، الان ما در شهرستان بانه افرادی رو میشناسیم که جزء فعالان مدنی هستن و شخصیت‌های شناخته شده‌ای هستن و سابقه اینم ندارن که بگیم با جمهوری اسلامی همراهی کرده باشن یا موافق سیاست‌های اونا باشن، اما خب این افراد دارن حمایت میکنن از این حرکت.
از این اعتصابات. از اون طرف احزاب اپوزیسیون رو داریم که باز اونام حمایت کردن و حمایت میکنن از، منظورم احزاب اپوزیسیون کردی، از این اعتصابات. این تمام این افراد دارن آیا مسیر رو اشتباه میرن؟ ببینید شما وقتی کاری رو که نتیجه و ثمرش دشمن شما ازش منتفع میشه میکنید، بالاخره یا انسان خام و ناپخته‌ای هستی یا انسانی هستی که قصد و غرضی داری. اگر قصد و غرضی نداری و مأمور نیستی، پس انسان خام و ناپخته‌ای هستی. ببینید ما اعتراف میکنیم که خیلی از مردم ما نمیدونن که دارن کاری که میکنن به آسیا و حاکمیت میریزه. ما میدونیم خیلی از دوستانی که به عنوان فعالین جامعه مدنی کار میکنن واقعا فکر میکنن دارن فعالیت سیاسی میکنند، واقعا فکر میکنن دارن کاری میکنند. اینها نمیدانند، اینها حلقه های دوم و سوم هستند یا مردمان عادی هستند. اینه که انسانی است تحصیل کرده، انسانی خوشنام، معتمد، تبدیل به پابلیک فیگور شده، تریبون های مختلف در اختیارش، ناگهان میاد همچین کاری میکنه. این قصد و غرض داره، این معلوم از جای اومده و میخواد کاری بکنه. ببینید این اشغالگران ایرانی برای ما کردها یک سری نخبه هم درست کردن، یعنی اینها رو آوردن تریبون در اختیارشون گذاشتن، که 2 ماهی هم بردن زندان بهشون مشروعیت بدن، یه سری درگیری ها هم براشون درست کردن، بعضی موقع یه سری موانع ماکتی جلو پاشون میذارن به خاطر که محبوبیت بشه. ببینید ما میدونیم، همه مردم عادی کردستان میدونند که هر کسی مثلا زندان بره مشروعیت میگیره برای اینکه مخالف جمهوری اسلامیه و مردم بهش اعتماد میکنن. همین جمهوری اسلامی هم میدونه، آقا جمهوری اسلامی اینو میدونه، روانشناسی مردم رو میخونه. اینه که مثلا خامنه ای میاد میگه شما اگر از منم بدتون میاد بیاید رأی بدید، ایراد نداره، بدتون میاد. اینا خودشون اینو میدونن. جمهوری اسلامی اصولا هر وقتی شما در انتخاباتش دیدی که خواست به گفتن فلان کاندیدا مثلا زده تو گوش امام جمعه، بدونید کار خودشونه، این اون کاندیدایی که اونا میخواد به مجلس. جمهوری اسلامی اینو میدونه، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اینو میدونن. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خیلی وقت دیگه کارشون فقط شکنجه کردن و کشتن نیست. نهادهای امنیتی از دهه 70 به بعد کارشون یعنی درست کردن پروژه و اجرا کردن پروژه های مختلف در سرتاسر ایران و در کردستان و این سرزمین اشغال شده به صورت‌های مختلف. باری این چهرهایی که شما می‌فرمایید غالباً کسای ساخته شدن. داستان احزاب هم اینه. داستان احزاب کردستان یه سری قراردادها با حکومت اقلیم کردستان دارن و با سپاه پاسداران هم امضا کردند. اینها قرار است مبارزه سیاسی بکنن. این که خودشون بهش میگن خبات مدنی، خبات سیاسی. این مبارزه سیاسی چیست؟ این از اون دسته از مبارزات سیاسی است که این برادران فعالین جامعه مدنی میکنند. مثلا بیان خیابون بگن چرا کولبر رو میکشید، مثلا کپکار رو ببرن آزاد کنن، مثلا همزمان جشن نوروز مختلط بگیرند، بعد در منطقه بیرون از شهر رو برقصند و پایکوبی بکنن. این شده مبارزات مردم کرد. این شده مبارزات مردم کرد برای آزادی و مبارزات سیاسی. این انحراف دادن، سهل کردن مبارزات و مطالبات مردم کرد به انحراف بردن شده تا طی 1 نسل 2 نسل کلا این مردم رو مضمحل بکنند و اینها یک سری دست درش هست. ولی متاسفانه ما در کردستان با خودی ها روبرو هستیم بیشتر تا ما بتونیم این صف رو پاک بکنیم و مستقیم در مقابل حاکمیت بیستیم. آیا حیدری تقریبا 10 دقیقه به پایان برنامه مونده. من دوست دارم یک جنبندی داشته باشیم. آینده این اعتصابات به کدام سو میره؟ آینده این اعتصابات به باور من با فرمان سپاه پاسداران تمام می شود. ما مشاهده می کنیم، ببینیم سپاه پاسداران طی چند روز آینده بعد از این مهر تابوتی که این میخ آخر تابوتی که آقای ترامپ زدن بر پیکر روحانی، حتما روحانی رو یا استیضاح میکنن یا از قدرت برکنار میکنند و اصولا این تنش‌های اجتماعی هم پایان میگیره و داستان بانه هم ختم میشه. این که تداوم کولبری خواهد بود، من فکر میکنم سود سپاه پاسداران در ادامه دادن و در کولبر کردن مردم کرده
سپاه پاسداران همزمان داره کردستان رو تبدیل به مناطق توریستی میکنه. من شما رو عودت میدم به کاری که رژیم پهلوی با شمال ایران کرد. شمال ایرانی که مرکز انقلابات بود، مبارزین بود، انقلابیگری ها بود، مرکز جمهوری سرخ گیلان بود و سلسله پهلوی تبدیلش کرد به مرکز توریستی و متاسفانه صدمات عظیم اجتماعی بر پیکر جامعه مردم شمال وارد کرد. همین کار رو میخواد در کردستان بکنه و میخواد به طور کلی فرهنگ بومی مردم رو از بین ببره تحت نام جذب توریسم، جذب سرمایه و اینها پروژه هایی است که اینها دنبال میکنه. لذا من فکر میکنم این نوع پروژه هایی که در مسیر نابودی مردم کرده تداوم پیدا میکنه. اینها پروژه هایی نیست که یک شبه به وجود اومده باشه، صرف هزینه های بسیار شده است، روش کار شده و تریبون های مختلف هم دیدید براش تبلیغ میکرد دیگه. آقای حیدری شما فرمودید که این برجام، خروج امریکا از برجام میخ آخر آقای ترامپ بود بر تابوت روحانی. آیا این وسط فقط روحانی ضرر میکنه یا کل نظام و فرق نمیکنه این وسط بگیم جریان اصلاح طلب و اصولگرا؟ اینجا نظام تثبیت‌تر میشه. ببینید روند تاریخی در دنیا به ما میگوید تحریم‌های سفت و سخت و سنگین هیچ وقت منجر به عوض کردن هیچ حاکمیتی نشده است. نه لیبی، نه کوبا، نه کره شمالی. این فقط صرفاً برای تثبیت پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی است. برای اداره کردن مردم یک جامعه، کنترل کردن مردم یک جامعه شما سلاح هسته‌ای نمیخواید، الزاماً جنگنده F-35 نمیخواید. شما کافیه دستتون بر منابع قدرت باشه، دستتون ابزارهای قدرت مثل سلاح و پول باشه، به راحتی میتونید مردم رو اداره بکنید. اینه که مردمی که قوت فردای خودش رو نداشته باشه چگونه میخواد قیام بکنه؟ با دست خالی چگونه میخواد خودش رو سازماندهی بکنه؟ چگونه میخواد این حاکمیت رو به زیر بکشه؟ من فکر نمی کنم نه نیرویی باشه اینها رو بتونه سازماندهی بکنه، نه مردم به اون درجه از شجاعت رسیدن که در مقابل این حاکمیت بیستن. لذا من فکر میکنم این هماهنگ شده بود در پی تثبیت پایه‌های این نظام و همچنین تسهیل کردن پروژه جانشینی آقای مجتبی خامنه‌ای. خیلی ممنون و متشکر آقای پیمان حیدری، فعال سیاسی کرد. سپاس از شما. خواهش میکنم. خب دوستای عزیز و گرامی، حرفای آقای حیدری رو هم شنیدیم از یک دیدگاه و زاویه دیگه. به هر حال قضاوت با خود شما برنامه دیشب رو هم دیدید و برنامه امشب و خودتون میتونید قضاوت کنید و به هر حال ما فقط اینجا یک سری از تفسیرهای خبری که دوستان و تحلیل‌های سیاسی که دوستان فرمودن رو خدمت شما ارائه دادیم، به امید روزی که همه ما بتونیم در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنیم. شب و روز خوش. خدا یار و نگهدارتان.